بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. واقعا اگر ما به کتاب الله تعالی برگردیم و به سنت و سیره و زندگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و تاریخ صحیح و درست بررسی بکنیم، به همین نتیجه میرسیم که یاران حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام، اهل بیت اعظام، خاندان آن حضرت و فرزندان آن حضرت، از زنان آن حضرت گرفته ازواج مطهرات تا اولاد آن حضرت، فرزندان، همه در راه اسلام سخت‌ترین مشکلات را تحمل کردن و در راه الله تعالی سخت‌ترین تهدیدها را تحمل کردن و برداشت کردن. اگر ما قبل از هجرت را نگاهی بکنیم، 13 سال در مکه بر آن حضرت و صحابه چه گذشت، چقدر شکنجه را تحمل کردند، چقدر تهدید برداشت کردند، چقدر مورد دشمنی قرار گرفتند در راه الله و چقدر محرومیت تحمل کردند. تا 3 ساله که آن حضرت را در شعب ابی طالب و صحابه کرام محصور کردند. نزدیکان حامیان آن حضرت را تحریم کردند. این تحریم چقدر سخت بود که تمام قبایل این قرارداد را امضا کردند که نه با اینها تجارت، نه با اینها وصلت و ازدواج و قائم کردن تعلقات و رشته های گوناگون ممنوع قرار دادن. چقدر سختی بود که اینها تحمل کردن، بی احترامی را تحمل کردن، توهین برداشت کردن، فحش‌ها و ناسزاها را شنیدن. و چه بعد از هجرت چه اندازه سخت بود و هجرت به خوشی انجام نگرفت، بلکه هجرت بر صحابه و آن حضرت تحمیل شد و آن حضرت را تهدید به قتل کردند و آن حضرت هجرت کرد. صحابه کرام همه از روی مجبوری هجرت کردند. زن و بچه هایشان ماند بسیار در مکه، زندگی و سرمایه را گذاشتن، منقول و غیر منقول از اموال ماندن و صحابه جانشون را از مکه برداشتن و خودشون فرار کردند و حتی از طریق راههای معروف نرفتن، بی راه رفتن که جای راه اینها را نزنند و خطر اونها را تهدید میکرد. و این مشکلاتی که در راه پروردگار تحمل کردن آن حضرت، مشکلات را که در راه نشر اسلام و نشر دین و رساندن پیام های الهی، رسالت پروردگار تحمل کرد، واقعا کمتر نبی در دنیا تحمل کرده. اوذیت فی الله و ما اوذی نبی قط. هیچ نبی قبل از آن حضرت انقدر اذیت
نشده و انقدر با اذیت و آزار قرار نگرفته که آن حضرت مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. چنان وقتی که انسان حدیث میخواهد اگر دل بیدار باشه، دل بیدار پاره میشه، چشم جاری میشه که چه سختی های بر آن حضرت، چه سختی های بر صحابه کرام، نه یک بار، بار بار این اذیت و آزار تحمل کردند و همیشه تحمل می کردند و وقتی به مدینه منوره هجرت کردند آمدند، اینجا هم زندگی راحت نبود، جنگ مردم مکه جاری بود و این سلسله جنگ ها کشید به ایران و کشید به روم و تمام این انسان ها، همه اون مردم او زمانه قبایل عرب گرفته تا بالاترین قدرت های دنیا همه میخواستن این نور خدا را خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخواستن نور خدا را خاموش کنن، ولکن الله متم نوره ولو کره الکافرون، الله این نور را به پای تکمیل رساند. گرچه کفار ناپسند می کردن اما الله این نورش را علی رغم خواست اونها پای تکمیل رساند. تمام این به خاطر خدا بود، نه به خاطر منافع بود، نه به خاطر پست و مقام و جایگاه بود، نه به خاطر موقعیت و ریاکاری بود، بلکه تمام این دردها و رنجها را صحابه کرام تحمل می کردند. من یک شعر به زبان اردو یادم مانده، زمانی که طالب العلم بودیم، یک شاعر خیلی معروف و مشهور او سروده های خیلی زیبایی میخواند و یکی از سروده‌اش همین بود که خدا کی رحم کیا کیا دکھ اٹھایا صحابہ نے، خدا کی رحم کیا کیا دکھ اٹھایا صحابہ نے، یعنی چه رنجها و زحمت های را در راه الله تعالی صحابه تحمل کردند، چه محرومیت ها، چه ستم ها، چه ظلم ها، چه بیماری ها را اینها تحمل کردند. و عزیزان من، آن حضرت انقدر صحابه را دوست داشت، انقدر با صحابه محبت داشت، انقدر در دل آن حضرت جا داشتند که آخرین لحظه و لحظات بعد وفات میکنه آن حضرت، نماز صبح صحابه دارن میخوانند پشت سر ابوبکر صدیق رضی الله عنه نماز را، آن حضرت دربشون صدا میده، باز میکنه و جماعت صحابه را میبینه که سر نماز داد، لبخندی میکنه، صحابه را میبینه، آخرین لبخند بود، آخری دیدار بود، این نماز صبح بود و موقع اشراق آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ملأ اعلی پیوستند، به لقاء الله پیوستند و به دربار الله رسیدند. لہذا این محبت آن حضرت صلی الله علیه وسلم آخری روزها بود که آن حضرت با سر منبر رفتن و سر منبر صحبت کردند و فرمودند کلمات بسیار زیبای، آن حضرت صحابه را یاد کردند و صحابه اینجا گریه می کردند و این نوع وداع و نوع خداحافظی بود. و به ابوبکر صدیق فرمودند که من احسانات همه را عوض دادم، ولی گفت احسانات این مرد من نتوانستم عوض بدم مگر الله عوضی نبده. این در مالش و در صحبتهایش و رفاقتش بسیار برای من زحمت کشیده.
بسیار برای من فداکاری داده و عوضش را الله تعالی میده. و حضرت صحابه را بسیار دوست داشتن، توصیه کردن امتا که در رابطه با صحابه از الله بترسن و صحابه را بد و بیرا نگن، صحابه را ناسزا نگن، به صحابه توهین نکنن و فرمودن که اگر شما به اندازه کوه احد هم خرج کنید در راه الله، طلا و جواهر خرج کنید، به نیم کیلوی صحابه هم نمیرسه. صحابه مخلصین بودن، اخلاص داشتن، للهیت داشتن، قابلیت داشتن، مقبولیت داشتن نزد الله، بندگان مقبول الله بودن. اولی کسانی که این باغ اسلام را با آن حضرت نهال کردند و با خون و عرقشون آبیاری کردند. لہذا صحابه همیشه به خوبیت تا اون زمانه در امت خیره، تا اون زمانه در امت خوبیه و در جامعه که محبت صحابه باشه، ذکر خیر صحابه و اهل بیت باشه، تا اون زمانه که امت مسلمه با حضرت محبت داره و حرمت صحابه و اهل بیت نگاه بداره، در امت خیره. و هرگاه که در دل امت مسلمه خدای نکرده بغض اولیاء الله پیدا بشه، یعنی بغض اهل بیت، یعنی بغض صحابه، یعنی بغض آن حضرت، او زمان هیچ خیری در مردم نخواهد بود. لحظه حرمت صحابه، این صحابه حرمت دارن، احترام دارن و اینها همه به اهل بیت محبت داشتن. من روایتی در رابطه با سیدنا عمر بن خطاب بیان بکنم و حرفم را جمع کنم. و سیدنا عمر بن خطاب روز آن حضرت فرمود خواب دیده است که شیر آن حضرت را با شیر پذیرایی کردند، شیر تازه بودند، آن حضرت شیر خوردن و چنان خوردن این شیر که آثار این شیر از انگشتان مبارک آن حضرت ظاهر شد، یعنی تمام بدن آن حضرت از این شیر پر شد و لہذا آثار شیر از سر انگشتان ظاهر شد و فرمودن من بقیه اضافه شیر را به عمر بن خطاب دادم. گفتن یا رسول الله چه معنا کردید؟ گفتن که علم، شیر اگر کسی خواب ببینه، شیر علم، شیر بهترین غذایه، هیچ غذای در غذاهای دنیای شما به شیر نمیرسه. و لہذا علم غذای معنویه و غذای روحانیه، توی غذای روحانی هیچ غذای به اندازه علم نمیرسه. گفتن آن حضرت که من شبی خوابی دیدم که جمعی را به من عرضه کردن، اینا بعض جامعه هایشون تا سینه، بعض جامعه هایشون لباسشون پایین تره و عمر بن خطاب در همین جمع بود. چنان لباس به تن حضرت عمره که پشت سر کش به زمین. و گفتن یا رسول الله این خواب را چه معنا کردید؟ گفت این دینه. لباس اگر خواب دیدید، لباس به معنی دینه. چرا؟ که همینطور که این لباس نعمت خدایه، سطر میکنه بدن از گرمی و سردی، زیباییه، همینطور دین هم مایه زیباییه، دین هم سطر میکنه از عذاب دنیا و از آخرت. ولهذا فرمودن دین معنا کردن. مبارک هست عمر بن خطاب را، ابو بکر صدیق را، صحابه کرام را
و این ایام فاطمیه هستند. حضرت صدیقه، حضرت زهرا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که در میان فرزندان حضرت می درخشه. انقدر زهرا را با حضرت نزدیک بود که وقت راه می رفت مشابهت داشت، گویی از کسی می دید، خیال می کرد که حضرت رسول داره راه میره. و حضرت از سفر می آمدن، خانه حضرت زهرا سر می زدن و با زهرا و با حضرت علی و فرزندان اون حسن و حسین محبت می کردن. و این حضرت زهرا و تمام این فرزندان صحابه کرام حرمت می گذاشتند. حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر از فرزندان خودشون، فرزندان و خویشاوندان آن حضرت را بیشتر حرمت گذاری می کرد. در میان این اختلاف نبود و اینها به یکدیگر محبت داشتند و اینها حامیان صحابه آل بیت همانطور که در خدمت آن حضرت بودند، حامیان صحابه کرام بودند و خدمت برای دین و اسلام کردند. اینها را از یک دیگه جدا نکنیم. حرفهایی که امروز گفته میشه کدوم عقل باور بکنه، کدوم منطق، کمی فکری بشه. شما نسا کنار بگذارید، دیگه مسائل کنار بگذارید، عقل فکر کنید که خاک مطهر حضرت رسول تازه باشه و کسی اهانت کنه به فرزندش. آیا قابل قبوله؟ یا مسلمانانی که بدر جنگیدند و احد جنگیدند و فاتح رومند و فاتح ایرانند و این قوم فاتح، نه قوم بزدل، میتونه صبر بکنه که کسی به فرزندان آن حضرت خصوصا زهرا اهانت کنه، کسی به حضرت علی اهانت؟ بعد حضرت علی که شیر خدا فاتح خیبر امکان داره صبر بکنه. لذا حرفهای که دلها را رنج میکنن بس نباید زده بشن، به صلاح نیست که این حرفها را تبلیغ کنیم، این حرفها را شایع کنیم، در حالی که امروز دشمن قسم خورده علیه مسلمانان. ضربه که در سالهای اخیر به اسلام زدن توسط اختلاف مسلمانان در کمتر قرن و زمان قبل زدن به مسلمانان که امروز زدن توسط خود مسلمان کشته، مسلمان مال مسلمان غنیمت برده، مسلمان ناموس مسلمان مورد تعرض قرار داده. ولذا اینها شایسته نیست حرفها و این نوع تبلیغات که اصل نداشته باشه مخصوصا. و اینها بیاساسن صحابه کرام از این مسئله پاک، حضرت سیده طاهره، حضرت زهرا پاکی از این مسئله که کسی به ایشون اهانت کنه. و ابوبکر صدیق، علی مرتضی و سایر صحابه هم چنان چیزی خدا هم میداند و خدا هم گواه و شاهده که این چنان چیزی اساس نداره. دشمنان یک سری مسائل همی حالا که ما زنده ایم علیه یک دیگر ما درست میکنن، هزاران تهمت دنبال ما همی زنده ها و پوشو نه سزا گفته میشه. همی حالا شاهد زنده ها میگه طرف زنده ایه و برای او دروغ میگه. ما زنده ایم، همه مسئولین جمهوری اسلامی زنده. آقا حالا یک گناهی را ما ممکنه کرده باشیم ولی 1000 گناه دیگه به من نسبت داده میشه، به مسئولین نسبت. مگه این درسته؟
به همه علمای شیعه میدن، به علمای سنی میدن، به مردم میدن و این اساسی داره. و لحاظا ما همه اینها معتقدات ما اعتقاد داریم که محبت صحابه کرام، محبت رسول صلی الله علیه وسلم، محبت اهل بیت، همه اینا جز معتقدات ما و محبت اینا جز ایمان مایه و ما دعا میکنیم با محبت اینا بمیریم و از سیر اینا اتباع کنیم و روز قیامت بین محشور باشیم. شیعه و سنی و همه مذهب اسلامی برادری دارن و برادری ما اسلامیه. نباید کسانی به لباس های مبدل، کسانی افراد تندرو و افراطیه بخواهد در صفوف مسلمانان رخنه بکنم. این البته یک مسئله حقوق مسئله چیز دیگه هست. اهل سنت حق داره، برادران شیعه حق دارن، انتقاد دارن، گلایه دارن، او چیز دیگه هست. حق و حقوق در چارچوب منطق و در چارچوب بالاخره صحیح و قانونی و قوانین بین المللی و عرف و شرع، اونها چیز دیگری است که یک دیگه حق و حقوقشون بخواهند، اما برادری باید رعایت بشه. و بدترین من بعضی اوقات میگم دوتا درگیری و کوران، یک جنگ و درگیری مذهبی و یک قومی که میرن افراد بیگناه میکشند و مذهبی که مذهب میکنند و میکشند. این هر دوتا جنگ لعنتی هم و لعنت خدا بر این نوع جنگی است که گناهکار و بیگناه نشناسه. جنگای کورن. خدا این را توی منطقه من و شما نیاره. دو جمله او وقت رفته است و گفتن که دو جمله دعای در رابطه با باران انجام بگیره و هر بزرگ باران تأخیر افتاده و برد مردم دغدغه‌شون زیاد نیامده تا حالا، ولی الهی حال الله مهربانه. و امام ابو حنیفه رحم الله تعالی می فرمایند که دعای باران خلاصه میشه در استغفار و توبه و ندامت و پشیمانی. هرگاه از عمل کرده خودمون پشیمان شدیم و توبه کردیم، الله رحمتای خود را میاره و الله در مال و اولاد برکت عنایت میکنه. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض رب العرش الكريم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرودگارا گناہ ما و غفلتها و کوتاہی‌های ما و تقصیرات ما به اوجش رسید. کوتاهی ما زیاد شده، گناه زیادن، فساد زیاده، منکرات زیاده، معاصی زیاده. اینا سببن که رحمت تو نزول نمی کنه و به جای رحمت آفت، به جای نعمت الى جای مختلف بلای، سردی شدید، انواع مشکلات و کرونا. پروردگارا پشیمانیم، نادمیم، استغفار میکنیم، توبه میکنیم اله، پروردگار از تقصیرات من درگذر بفرما، ما را مورد عفو قرار بده، از ما بگذار، از ما صرف نظر کن و درهای رحمتت را بر ما بکشا و درهای آفت و اختلاف و تفرقه و مصیبت را ببند اله العالمین. درهای باران رحمت را باز کن و اله باران رحمت را نازل. پروردگارا تاخیر افتاده در باران، پروردگارا روزی ما را بدل فرما، پروردگارا حیواناتن، داماد، چرنده، فرنده، حیوانات بخاطر گناه خطای ما محروم نگردان. سرزمین ما را چند سال سبز فرمودیم، سال خشکش نگردان. پروردگار رحمتت را، باران رحمت را بر ما نازل. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير. رحمتت را بر ما بپرست، سرزمین ما را سرسبز و آباد کن و آبهای ما را تقویت کن و رزق و روزیت را بر ما فراوان بگردان و مشکلات اقتصادی را حل کن، مریضی را ما شفا بده و گذشتگان همه غریق رحمت بفرما و عاقبت همه ما را بخیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی درود ختم.